کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برای رسیدگی فوری با وضعیت مهاجران برگشت کننده افغان از ایران و پاکستان به کمک 71 میلیون دلاری نیاز است. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز سه‌شنبه 9 ثور با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با افزایش اخراج اجباری مهاجران و بازگشت ده‌ها هزار افغان از کشورهای همسایه، بحران انسانی عمیق در افغانستان در حال وقوع است. این نهاد اضافه کرد که در ماه اپریل بیش از 251,000 تن از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته‌اند که بیش از آن 96,000 از این موارد اخراج‌های اجباری بوده است. این کمیساری اضافه کرده است که اجبار یا اعمال فشار بر مهاجران افغان برای بازگشت می‌تواند منطقه را بی‌ثبات کند. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نسبت به پیامدهای اخراج اجباری زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کرده است.